به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتاب خیلی خیلی شیرین و زیبا شروع میکنیم. کتاب مفاهیم ارتعاشی اعداد در ادبیات فرشتگان، نوشته دکتر دورین ویرچو و ترجمه مهندس راضیه هورشناس، محمد مهدی قدرتفر و دکتر مطلب برازنده هستش. این کتاب خیلی کتاب جالبیه و امیدوارم که خوشتون بیاد، تهیه کنید و تا انتها بخونید. از عدد 0 تا عدد 999 ارتعاششون گذاشته شده و خیلی خیلی جالبه و لذت بخش. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو کشفش کنید. ابتدا یک مقدمه خیلی کوتاهی رو که آقای ویرچو نوشتن برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم شروع میکنیم. لطفاً با من همراه باشید. فرشتگان همواره به ندای مددخواهی ما پاسخ میدهند. حتی گاهی پاسخهایشان به شکل مداخله مستقیم است. به عنوان نمونه، وقتی در جستجوی یک شغل بهتر هستید، دوستی به شما تلفن می کند و به شما خبر می دهد که شرکت ایشان در صدد استخدام نیروهای جدیدند. البته در اکثر موارد جواب ملائک در قالب هدایت‌های آسمانی است. هدایت‌های آسمانی ما را در مسیر مستقیم سلامت و نیکی قرار می دهد و برایمان احساسات شهودی، اندیشه‌های تابناک بصیرت و رویا را به ارمغان می‌آورد. گاهی نیز به شکل نمادهایی جلوه می‌کند که مشخصاً پاسخ‌هایی تصویری یا زمزمه‌هایی روشنگرند که صراحتاً جواب نیازها و پرسش‌های ما را در خود دارند. به عنوان مثال، در محل کارتان از دیدن یک پر بر روی زمین سرشار از شگفتی می‌شوید، چرا که هیچ دلیل منطقی برای وجود آن در آنجا نمی‌یابید. نیز در عرض یک هفته 3 فرد متفاوت که هیچ ارتباطی به هم ندارند اشاره به موضوع گیاهشناسی می‌کنند و شما سراپا شوق می‌شوید، چرا که این موضوع و نیز تحصیل آن برایتان بسیار لذت بخش است. رایج‌ترین نشانه‌هایی که فرشتگان به سوی ما می‌فرستند توالی اعدادی چون 111 333 1 2 3 4 است. اعداد نخستین ابزاری هستند که ملائک بدان با ما ارتباط برقرار می‌نمایند. ممکن است این توالی اعداد در شماره پلاک اتومبیل، شماره تلفن، رسید فروشگاه یا بقیه پولتان که مغازه‌دار به شما پس می‌دهد بر شما پدیدار گردد. اکثر مردم متوجه تکرار این تواتر اعداد می‌شوند و با حیرت از خود می‌پرسند مفهوم این توالی چیست؟ من شاهد کسانی هستم که در مورد نمادشناسی اعداد کنجکاوند. من به عنوان یک شاگرد پیشکسوت مکتب عددشناسی فیثاغورسی بسیار مشتاق بودم که بدانم آیا اعداد متواتر معانی یا کاربرد ریاضی ویژه‌ای دارند یا خیر، که در طی پژوهش‌هایم دریافتم که بلی. از دیرباز ملائک به من آموختند که برای یاری ما در مسائل از هیچ چیز دریغ نمی‌کنند، هرچند که هرگز به حیطه اختیار ما خدشه‌ای وارد نمی‌کنند، بلکه به انتظار می‌نشینند تا ما از ایشان طلب یاری کنیم. آنگاه دست به کار می‌شوند و در روزگار ما اعمال نفوذ می‌نمایند. در طی سالیان بسیار که من حقیقتاً تحقیق نمودم، دریافتم که وسعت یاری ملائک به ما تا بیکران هاست. حامیان بهشتی، خواهان کمک به ما در تمام زیر و بم‌های جنبه‌های زندگی، شامل سلامت، خوشبختی، هراس‌ها، شغل، امور مالی، روابط خانواده، مسافرت و غیره هستند. هنگامی که بران شدم که مفاهیم توالی اعداد را بیابم، فرشتگان ندای مرا در یک طرفةالعین اجابت نمودند و من در مدیتیشن با کاغذ و خودکار و گهگاه با لپتاپم فهرست اعداد را از 0 تا 999 به پیش بردند.
فرشتگان ادراکی کلیدی از مفاهیم ارتعاشی هر یک از اعداد و انبوهی از گروه اعداد را به من عطا نمودند. من در ابتدا یافته‌هایم را در یک بخش از کتاب شفای ملائک منتشر کردم، از آنجا که این فصل از کتاب بازتابی قوی در میان خوانندگان و شرکت کنندگان کارگاه‌های آموزشی، کسانی که در جستجوی فهم مفاهیم ژرف توالی اعداد به خصوصی بودند ایجاد نمود. بران شدم که کتاب جیبی مختصری به نام اعداد فرشتگان گردآوری نمایم تا سوالات طالبان این حیطه را مورد خطاب قرار دهم. در آن زمان من بر تقاضای ارائه اطلاعات در مورد معانی اعداد از جانب فرشتگان مداومت ورزیدم که اطلاعات فزونی که ایشان بر من عطیه نمودند ضامن یک کتاب جدی و جامع گردید. هرچه بیشتر به متون اعداد فرشتگان می‌پردازم به سهولت لطیف این نظام پیام رسانی بیشتر پی میبرم. در حقیقت تجدید این کتاب به عنوان جایگزینی برای کتاب قدیمی اعداد فرشتگان همین سهولت بود. ملائک خواستار آنند که پیام‌هایی را که غالباً در شکل توالی اعداد به سوی ما گسیل می‌دادند به طور شفاف توسط ما فهمیده شوند. از این رو عنوان این کتاب 101 تعیین شده است. هرگاه به چیزی 101 اطلاق شود بدین مفهوم است که موردی مقدماتی است. واحد 101 انگلیسی مقدماتی. اعداد فرشتگان 101 را که بر من مرحمت نمودن نیز از منظرگاه الهی به معنای هدایت‌های بسیار آسان و کاربردی است که از افلاک به خاک رسیده است. خب با من همراه باشید که از عدد 0 شروع کنم و ارتعاشش رو برای شما بخونم. اما عدد 0. پروردگار با شما سخن میگوید. هنگامی که عدد 0 را میبینید این عدد برای شما نشان از حلقه بی نهایت در بیکرانه عالم دارد. حلقه‌ای که آغاز و انتهایی برای آن نیست. با این عدد حضرت حق توجه شما را به خبر و پیامی دلگرم کننده و اطمینان بخش و یا راهنمودی ملکوتی جلب می‌نماید. عدد 1. مثبت بمانید. هر آنچه را که در این لحظه درباره آن می‌اندیشید در حال تحقق است. پس مطمئن شوید که فقط درباره آنچه آرزو دارید می‌اندیشید. تمامی هراس‌ها و نگرانی‌ها را به پروردگار و فرشتگان بسپارید. عدد 2. همه چیز خیر و نیک است و همین گونه نیز پیش خواهد رفت. ایمان قوی دارید، خصوصاً مواقعی که احساسی امیدوارانه در درون شما را در دستیابی به بهترین نتایج راهنمایی می‌کند. هرگاه از فرشتگان درخواست یاری نمایید ایشان می‌توانند باور و ایمان شما را راهنما باشند. عدد 3. اساتید مقرب شما را یاری می‌رسانند. گاهن استاد مقربی که شما را با وی احساسی صمیمانه‌تر دارید مد نظر است. مانند حضرت عیسی یا کوان ین، عرفا یا عرفا یا دیگر افراد معنوی و مذهبی. عدد 4. فرشتگان در کنار شما هستند. آنها عدد 4 را برایتان فرستادند تا به شما قوت قلب و اطمینان دهند که نجواهای شما را به گوش دل شنیده‌اند و شما را یاری می‌رسانند. عدد 5. تحولات قابل توجهی در جهت بهبود شرایط در حال رخداد است. فراخواندن ملکوت آسمان‌ها برای کمک گرفتن در رابطه با تغییرات زندگی ایده‌ای بسیار عالی است. عدد 6. درباره مسائل مادی از جمله ثروت و دارایی نگران و آزرده نباشید. نگرانی‌ها تحت تاثیر نجواهای قلبی شما کاهش می‌یابند. خوشبختانه اگر از فرشتگان درخواست نمایید می‌توانند پاسخگوی نجواهای شما باشند. عدد 7. شما در مسیر روشن حقیقت قرار دارید و فراتر از حد انتظار خود نیز
نتیجه خواهید گرفت. عدد 7 نشان از معجزه ملکوتی دارد که حمایتگر شماست و دروازه‌های شانس و اقبال را به روشنی به رویتان می‌گشاید. عدد 8 نشانه از فراوانی و کامیابی است. پایانی برای حلقه‌هایی که در شکل انگلیسی البته این عدد 8 وجود ندارد و این مطلب بیانگر جاری شدن ثروت، فرصت، ایده و یا هر آنچه که بدان نیاز دارید به سوی شماست، خصوصا در ارتباط با رسالت شما در زندگی. البته عدد 8 رو باید به صورت انگلیسی بنویسیم که شامل این خصوصیات بشه. ما اصولا همه عددهایی رو که در اینجا برای شما توضیح میدیم به صورت انگلیسی هستش. درست در همین لحظه عدد 9 همانند کسی که همگام با نور و روشنایی وارد عمل می شود. از دست به کار شو. عدد 9 بدین معناست که شما تمام پیش نیازهای لازم برای دستیابی به هدف زندگیتان را تکمیل نموده‌اید. تأخیر نکنید. اکنون زمانی مناسب برای داشتن گام‌های آغازین حرکت است، به طوری که حتی کوچکترین گام‌ها نیز مفید واقع می شود. عدد 10 این خواست پروردگار است که در موقعیت کنونی مثبت اندیشی خود را حفظ نمایید. همه چیز در بالاترین سطح خیر و نیکی برای شما تدبیر شود. از حضرت حق درخواست یاری نمایید تا خوشبین باقی بمانید، چرا که طرز فکر شما عاملی تاثیرگذار بر نتایج حاصله است. عدد 11 مثبت بنگرید. افکار شما به سرعت در حال تحقق هستند. بنابراین چنانچه می‌خواهید از نتایج مثبت آنها اطمینان حاصل کنید، فقط بر خیر و نیکی که در درون خودتان، دیگران و موقعیت فعلی وجود دارد تمرکز کنید. عدد 12 درباره آینده مثبت نگر باشید، زیرا هر آنچه که درباره آن می‌اندیشید بر آینده شما تاثیرگذار است. این توالی پیامی برای تقویت امید و ایمان در درون شماست، زیرا این دو عواملی قدرتمند و تعیین کننده در شرایط فعلی اند. عدد 13 اساتید مقرب مانند حضرت عیسی، کوهانیان، عرفا یا عرفا یا دیگر افراد معنوی و مذهبی در کنار شما هستند و در جهت آگاهی از بصیرتی روشن یاریتان می‌نمایند. عدد 13 نشانگر این است که اساتید و ملکوتیان مؤنث برای حفظ مثبت نگری شما را یاری می‌نمایند. عدد 14 با تمام وجود بر فرشتگان تکیه کنید تا شما را برای برخورداری از بینشی مثبت یاری نمایند. این عمل سلوک درونیتان را درخشان و تابنده خواهد نمود. عدد 15 در حالی که از میان تحولاتی در زندگی خود گذر می‌کنید مثبت نگر باشید. افکار خوشبینانه شما به ظهور بهترین نتایج در این تغییرات کمک می‌کنند. عدد 16 کلمات شما همچون آهنربایی است که تمام آنچه از آن صحبت می‌کنید و بدان فکر می‌کنید به سوی شما جذب می‌نماید. به همین دلیل است که فرشتگان به شما یادآوری می‌نمایند از کلمات و افکارتان آگاه باشید. عدد 17 فرشتگان شما را برای اینکه مثبت نگر و خوشبین هستین تحسین می‌نمایند. ایشان بیان می‌دارند که خوشبینی شما تضمین شده است، چرا که افکار صادقانه شما محقق می‌شوند. بر انجام دادن اعمال خیرانی که خود پابرجا باشید، زیرا در مسیر حق و حقیقت قرار گرفته‌اید. عدد 18 افکار شما مانند دروازه‌ای است برای بستن یا گشودن مسیر جریان‌های مالی که به سوی شما می‌آید. چنانچه مثبت بیاندیشید تمام منابع مورد نیازتان به آسانی تأمین می‌شود. نگرانی‌ها می‌توانند این روند را متوقف کنند. بنابراین از فرشتگان درخواست یاری نمایید تا خوشبین باشید، خصوصا زمانی که نگران مسائل مالی خود هستید. عدد 19 این پیامی برای شماست تا خودتان و رسالت زندگیتان را باور کنید. فرشتگان می‌خواهند از اینکه شایستگی و آمادگی دنبال کردن رویایتان را دارید آگاه شوید
مثبت‌نگر باشید و بیدرنگ عمل نمایید. عدد 20. شما از ارتباط محکم و شفافی با خالق هستی برخوردارید. این درخواست پروردگار است که شما قلب و ذهنتان را با ایمان و یقین پر نمایید. از ملکوت آسمان ها درخواست کنید تا شما را برای انجام دادن آنچه در آرزوی آن هستید یاری نمایند. ایمان قلبی شما همکنون پاداش داده خواهد شد. عدد 21. خوشبینی شما قطعاً تضمین شده است. فرشتگان در تمام لحظات و در پشت تمام صحنه‌های زندگی به نمایندگی از شما صادقانه عمل می‌نمایند. شما می‌توانید با گفتن جملات تأکیدی مثبت و ایمان داشتن با اینکه رویایتان همکنون محقق شدن آنها را یاری نمایید. عدد 22. فرشتگان می‌توانند به ثمر نشستن نیایش‌های شما را نظاره نمایند و از شما می‌خواهند هنگامی که جزئی ترین مرحله پایانی در ملکوت در شرف اتمام است صبر پیشه کنید و خوشبین بمانید. این فراخوانی ضروری از طرف فرشتگان است. ایمان قوی دار. عدد 23. شما صمیمانه با یک یا دو تن از اساتید مقرب مانند حضرت عیسی، حضرت موسی یا دیگر ملکوتیان همکاری می‌نمایید. این توالی راهنمودی از طرف استاد مقرب شماست که می‌تواند نتیجه گرفتن نیایش‌هایتان را ببینید. ایشان شما را ترغیب می‌نماید که خوشبین باشید. مطمئناً بهترین نتایج ممکن را جذب می‌کنید. عدد 24. همکنون فرشتگان بیشتری شما را احاطه نمودند و یاریتان می‌کنند تا بدون توجه به آنچه در اطراف شما می‌گذرد خوشبین باشید. فرشتگان از نیروی معجزه‌گر ایمان و یقین آگاهند. ایشان برای اینکه مسیری روشن و شفاف در جهت تحقق آرزوهایتان نشان دهد شما را از هر گونه فکر و احساس منفی رها می‌سازند. عدد 25. در حالی که از میان مهمترین تغییرات زندگی خود گذر می‌کنید در انتظار بهترین ها باشید و خوشبینی شما پاداش داده خواهد شد. عدد 26. تصورات مثبت به شما کمک می‌کند تا شرایط به سرعت بهبود یابد. فرشتگان شما را ترغیب می‌نمایند تا فقط درباره آرزوهایتان تفکر کنید و صحبت نمایید و ترس و نگرانی‌هایتان را بروز ندهید، چرا که فقط خیالاتی باطل هستند. عدد 27. تبریک و شاد باش. خوشبینی و مثبت‌نگری شما موقعیت‌ها و روابط بسیار شگفت‌انگیزی را جذب می‌نماید. مثبت اندیش باشید زیرا این نگرش به نفع شما عمل می‌کند. عدد 28. ثروت به شما سرازیر می‌شود. اگر یقین داشته باشید که شما کسی که دوستش دارید و اهداف زیبای زندگیتان کاملاً توسط ملکوت آسمان ها حمایت می‌شوید. عدد 29. به رسالت زندگیتان مثبت بنگرید و کاملاً بر خدمت نمودن و به کارگیری استعدادهای طبیعی، احساس و علاقه خود تمرکز کنید. دروازه‌ها در حال گشوده شدن به سوی شما هستند. فقط کافی است در این راه ایمان قوی دارید. عدد 30. شما کاملا تحت حمایت پروردگار و فرشتگان هستید. مطمئن و بی‌پروا در مسیر دستیابی به آرزوهایتان گام بردارید. عدد 31. اساتید مقرب از شما دعوت می‌نمایند که تمام خیالات زمینی و مادی را کنار گذاشته و به کمال الهی که در درون شما، دیگران و موقعیت‌ها وجود دارد بنگرید. هنگامی که این تمامیت الهی را درون ذهنتان مشاهده نمودید، این امر در روابط، کار، سلامتی و دیگر جنبه‌های زندگی شما بروز و ظهور خواهند یافت. عدد 32. استاد مقرب حضرت مسیح شما را یادآور می شود که تأکید او مبنی بر قدرت ایمان با ایمان همه چیز امکان پذیر است را همکنون در زندگی شخصیتان به کار گیرید. عدد 33.
شما دارای ارتباطی قوی و شفاف با یک یا دو استاد مقرب هستید. ایشان به درخواست‌ها و نیایش‌های شما پاسخ دادند. صحبت با آنها را ارائه دهید، چرا که در شرایط کنونی یاریگر شما هستند. عدد 34. نیایش‌های شما توسط فرشتگان شنیده و پاسخ داده شده است. ایشان همین لحظه در کنار شما حضور دارند. عدد 35. با کمک و محافظت اساتید مقرب، تغییر مثبتی درباره شما در حال رخ دادن است. عدد 36. اساتید مقرب از شما درخواست می‌نمایند که افکارتان را بر ابعاد روحی متمرکز نمایید و هر گونه نگرانی مادی را به ایشان واگذارید. عدد 37. شما در مسیری صحیح قرار دارید و اساتید مقرب مشوق و یاریگر شما در طول این مسیر هستند. عدد 38. اساتید مقرب در حال کمک به شما برای بهبود شرایط مالیتان هستند. عدد 39. شما همکنون مورد یاری اساتید مقرب قرار گرفتید. ایشان عمیقاً شما را برای عمل در راستای رسالت زندگیتان تشویق می‌نمایند. عدد 40. پروردگار و فرشتگان با عشق و حمایت الهی شما را احاطه نمودند. عدد 41. فرشتگان از شما درخواست می‌نمایند که افکار بسیار نیک و مثبت خود را دنبال کنید. در این صورت هر آنچه بگویید یا فکر کنید به سرعت محقق می‌شود. عدد 42. فرشتگان شما را ترغیب می‌نمایند تا ایمان و باورتان را حفظ نمایید. عدد 43. فرشتگان و اساتید مقرب مانند حضرت عیسی کوهانین یا ارفا یا عرفا در این لحظه یاریگر شما هستند. زمانی را برای ارتباط با ایشان در سکوت مراقبه نمایید و از حضور اطمینان بخش ایشان که به شما میگویند همه چیز به خوبی پیش می رود آگاه شوید. عدد 44. فرشتگان در این لحظه آسایش، عشق و حمایت بسیار زیادی را به شما ارزانی می‌دارند. از ایشان در تمام زمینه‌ها درخواست یاری نمایید و به راهنمودهای ایشان در میان دریافت‌های درونیتان گوش فرا دهید. عدد 45. فرشتگان در میان تغییرات مثبت زندگیتان یاریگر شما هستند. عدد 46. فرشتگان به شما میگویند فکرتان را بر بعد روحیتان و سرچشمه‌های ملکوتی هر چیز متمرکز کنید. تمام نگرانی‌های مادی را به ما واگذارید. عدد 47. فرشتگان به شما بیان می‌کنند که در مسیر صحیح و روشنی قرار گرفته‌اید. اعمال نیک خود را ادامه دهید. عدد 48. نیایش و درخواست‌های شما در مورد ثروت و دارایی شنیده شده است و توسط فرشتگان پاسخ داده شده است. عدد 49. فرشتگان ترغیب می‌نمایند تا در ارتباط با اصلی‌ترین اهداف و مقاصد زندگیتان بیدرنگ وارد عمل شوید. از ایشان درخواست نمایید تا با دادن ایده، تشویق نمودن و ایجاد انگیزه شما را یاری نمایند. عدد 50. پروردگار برای متحول نمودن زندگیتان راه‌های جدید بهبودی و شفا شما را یاری می‌نماید. عدد 51. درباره تحولاتی که آنها را آرزو می‌کنید و یا در حال تجربه آن هستید مثبت بیندیشید. عدد 52. ایمان داشته باشید تغییراتی که ایجاد آنها مد نظرتان است و یا در حال تجربه آنها هستید همگی در جهت بهترین ها رخ می‌دهد. عدد 53. اساتید مقرب شما را یاری می‌نمایند تا زندگیتان را به سوی راه‌های جدیدی متحول نمایید. از آنها درخواست نمایید تا به هر صورت ممکن از جمله دادن ایده های جدید، ایجاد فرصت ها، شجاعت بخشیدن شما را یاری کنند. عدد 54. فرشتگان در حالی که شما تحولاتی ضروری در جهت بهبود زندگیتان ایجاد نموده اید،
شما را مورد حمایت قرار می دهند. عدد 55 این زمان دوره انتقالی جهت بیرون ریختن هر آنچه کهنه است و استقبال از تازگی و نو شدن. به این تحولات خوش آمد بگویید، چرا که خیر و برکت‌های جدید را با خود به ارمغان می‌آورند. عدد 56 چنانچه از میان تحولات در رابطه با زندگی خانوادگی، کار یا روابطتان گذر می‌کنید، بر راهنمودهای روحی وجودتان متمرکز شوید و حکمت و خیر درون هر تغییری را که تجربه می‌نمایید دریابید. عدد 57 تحولاتی که در حال تجربه آنها هستید در جهت بهترین ها رخ می‌دهد. اطمینان داشته باشید که این تغییرات شما را به هر آنچه که منتظرتان است راهنماست. عدد 58 سرمایه‌گذاری‌های شما در حال پیشرفت هستند و تحول مثبتی در رابطه با جریان مالی شما به وجود خواهند آورد. این امر می‌تواند خود را به صورت ترفیع شغلی یا تغییر سمت یا افزایش درآمد نشان بدهد. عدد 59 تحولاتی که در حال گذر از آنها هستید در جهت نزدیکتر ساختن شما به رسالت الهی زندگیتان به پیش می رود. شما با صرف زمان برای انجام فعالیت‌های مرتبط با علایق روحیتان می توانید نگرانی‌هایتان را فرو بنشانید. عدد 60 شما درباره انتخاب و متمرکز شدن ما بین دنیای مادی و عوالم روحانی تردید دارید. این توالی شما را فرا می‌خواند تا به تمرکزتان تعادل ببخشید و همواره به یاد داشته باشید که روح سرچشمه وجودتان و نیروی پنهان در پشت هر چیز در زندگی شماست. عدد 61 افکارتان را درباره زندگی مادی خود مانند خانه، شغل، بدن یا داراییتان بسیار مثبت و روشن حفظ کنید. افکار شما بر زندگیتان تاثیرگذارند. بنابراین فقط به آرزوهایتان بیاندیشید و نه به هیچ ترسی. عدد 62 باور داشته باشید که حتی جزئیات زندگی شما تدبیرهایی در جهت راه‌های معجزه‌آسا هستند. ایمان شماست که دروازه‌های معجزه را می‌گشاید. عدد 63 اساتید مقرب در تمام وجوه زندگی که هر روز تجربه می‌نمایید یاری رسان شما هستند. از ایشان درخواست کمک نمایید و برای دریافت یاریشان که به صورت ایده‌های جدید، راهنمودها و برکاتی غیرمنتظره به شما میرسد گشوده باشید. عدد 64 شما در تمام وجوه زندگیتان کاملا مورد حمایت فرشتگان قرار گرفته اید. تمام ترس‌ها و نگرانی‌ها را به فرشتگان واگذارید و از ایشان برای هر گونه کمکی که همکنون نیاز دارید درخواست یاری نمایید. عدد 65 تبریک به جهت تحولات مثبتی که در این لحظه در زندگیتان خلق نموده‌اید. همکنون زمانی مناسب و بسیار عالی برای ایجاد تغییرات در امور خانه، کار و یا در روابطتان است. از الهامات درونی خود پیروی نمایید. عدد 66 هنگامی که متحمل بار سنگین نگرانی، استرس یا ترس ها هستید، شنیدن صدای فرشتگان که عاشقانه شما را یاری می نمایند بسیار مشکل می شود. این توالی پیامی برای شماست، مبنی بر اینکه زمانی را صرف انجام نیایش و مراقبه نمایید، درخواست کمک‌های روحی بنمایید و برای دریافت کمک‌هایی که همواره به دنبال نیایش‌ها می‌رسند گشوده باشید. عدد 67 احسن شما در رابطه با امور زندگی و کارتان در مسیر روشن حقیقت قرار گرفته اید. عدد 68 بیاد داشته باشید که روح سرچشمه آفرینش شماست. نگرانی در رابطه با امور مالی هیچ کمکی نمی کند، اما نیایش ها همواره در همه ابعاد زندگیتان کمک کنندند. عدد 69 مادامی که شما زمانی را برای انجام فعالیت های مربوط به علایق و اشتیاق روحیتان صرف می کنید، تمامی ابعاد زندگیتان خود به خود ارتقا خواهند یافت. عدد 70
این توالی حاوی پیامی است از حضرت حق که بیان می‌دارد شما در مسیر صحیح و روشنی قرار دارید. انجام کارهای خیر و نیک را ادامه دهید. و دیگه زمان به من اجازه نمیده که بیشتر این اعداد رو برای شما بخونم. اگر از این کتاب خوشتون اومده و دوست دارید که گاهی بدونید که توالی یک عدد برای شما چه معنی میده، این کتاب رو تهیه کنید و برای خودتون حفظش کنید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.